سلام به همه دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم با همدیگه ارث گرون فارافگاوه رو انجام بدیم که خیلی از بچه ها توش مشکل داشتن و از من خواستن که فیلمشو براشون بذارم، چون که ظاهرا از طریق فیلم هم بهتر میشه یاد گرفت و من امیدوارم که واقعا کمک بزرگی برای همتون باشه. همونطور که ما میدونیم 5 تا گرون فارافگاوه داریم که اولیش روگورست رشت اوندی اکه است، یعنی دنده عقب سر نبش سمت راست. بعد بقیهش هم که روگورست لنگس این پارکن که همون پارک دوبله. بعد پارک بوکس رو داریم، اومکیرن و گفار برمزونگه. من 2 تاشو براتون گذاشتم که 2 مدل پارک کردن هستش. امروز ارث گرون فارافگاوه رو براتون میذارم و به ترتیب اومکیرن و گفار برمزونگم براتون توضیح خواهم داد. ما توی همچین خیابونی هستیم و به مسیرمون که ادامه میدیم آقای ممتحن از ما میخواد که بعد از خیابون سمت راست نگه داریم و اولین گرون فارافگاوه رو انجام بدیم که به آلمانی میگه که nach der kommenden Straße bitte rechts anhalten. Wir wollen die erste گرون فارافگاوه durchführen. بچه ها دقت بکنین، ما وقتی که میخوایم این کار رو انجام بدیم باید از همین جایی که هستیم الان خودمون رو با جدول سمت راست به قول معروف هماهنگ کنیم، تنظیم کنیم که دیگه مجبور نشیم که هی ماشین رو بخوایم عقب جلو بکنیم. من آینه سمت راست رو هم بهتون نشون میدم، نگاه کنیم بچه ها. با یه همچین فاصله ما وای میستیم، راهنمامون روشنه. ما اجازه داریم تا 40 سانتی متر با جدول فاصله داشته باشیم، یعنی باید به جدول نزدیک باشیم، چون اومکیرن هم مثل همین ارث گرون فارافگاوه هست، ولی مثلا میتونیم وسط خیابون حتی بیایم چون میخوایم دور بزنیم برگردیم. اومکیرن میشه مسیری رو که اومدیم میخوایم دوباره دور بزنیم، یعنی برگردیم همون مسیر رو بریم که حالا ممکنه که وسط راه ممتحن نظرش عوض بشه و به ما جای دیگه رو اعلام بکنه. به هر حال نگاه کنید، من الان با یه همچین فاصله با جدول خودم رو مطابقت دادم و تنظیم کردم که برای امتحان کافی هستش. خیلی باید دقت بکنین دوستان، زیاد نباید فرمون بدین توی ارث گرون فارافگاوه. اگر زیاد فرمون بدین ماشین سریع به جدول نزدیک میشه وقتی به سمت راست فرمون رو بچرخونیم، و اگر به سمت چپ فرمون رو بچرخونیم ماشین از جدول دور میشه. خیلی باید دقت بکنین که به اندازه فرمون بدین. حالا من شروع میکنم این کار رو انجام دادن. آینه هامو نگاه کردم، سمت چپم هم نگاه کردم. نگاه کنید الان من آینه رو نگاه کردم، دوچرخه میادش از این ور و شورتابیلیکم هم میکنم. آینه وسط رو هم نگاه کردم، مجددا آینه سمت راستم رو نگاه میکنم و شروع به حرکت میکنم. خیلی مهمه که سرعتم خیلی پایین باشه و به موقع فرمون بدم. وقتی که سرعت پایین باشه اگر به اشتباه فرمون رو چرخونده باشم میتونم جبرانش بکنم، یعنی سعی میکنیم با 1-2 کیلومتر سرعت بریم که به قول معروف اشتباه نکنیم. نگاه کنیم وقتی که میبینیم ته ماشین دور میشه از جدول شروع میکنیم یواش یواش فرمون رو به سمت راست چرخوندن به اندازه‌ای که لازمه. وقتی میبینیم اون فاصله رو که ما میخوایم داره طی میکنه دیگه فرمون رو نمیچرخونیم. نگاه کنین الان باز دور میشه، یواش یواش من فرمون رو میارم پایین. من متاسفانه نمیتونم همزمان هم فرمون رو نشون بدم بهتون هم جدول رو که ماشین کجا میره. نگاه کنین الان همینقدر کافیه، من فرمون رو دیگه نمیچرخونم. باز میبینم که الان خیابون یعنی زاویه در حقیقت داره بزرگتر میشه، شروع میکنم فرمون رو یواش یواش به سمت راست چرخوندن و نگهش میدارم، چون اون فاصله‌ای که من میخوام رو ماشین داره خودش طی میکنه. نگاه کنید من یه لحظه فرمون رو به شما نشون میدم، فرمون همینقدر مونده. خب حالا الان نگاه کنید باز دوباره ماشین داره با جدول موازی میشه. نگاه کنید وقتی که موازی شد نگه میدارم، فرمون ماشین رو صاف میکنم. الان فرمون ماشین صاف شده. حالا دوربین یه مقدار کجه، عذرخواهی میکنم ازتون. نگاه کنید باز دوباره آینه رو بهتون نشون میدم. خب یه مقدار میرم عقب که از سر نبش خیابون دور بشم و نگه میدارم. این میشه ارث گرون فارافگاوه، همون فاصله ای که تقریبا توی
توی اون خیابونی که میخواستم خودم رو به قول معروف ماشین رو با جدول تنظیم کنم، تا اینجا تقریبا یکی موند و همین رو میخواد ببینه که شما، آقای ممتحن میخواد ببینه که شما میتونید این کار رو انجام بدید یا نه. که این کار رو که وقتی بلد باشیم موقع پارک کردن بچه‌ها خیلی کمک میکنه بهمون که وقتی که دنده عقب میریم بدونیم که به چه سمتی باید فرمون بدیم. فراموش نکنید بچه‌ها وقتی که ماشین، ما هممون میدونیم دیگه، وقتی جلو میریم به سمت راست میخوایم بپیچیم سمت راست فرمون میدیم، به سمت چپ میخوایم بپیچیم سمت چپ فرمون میدیم، عقب هم که میخوایم بریم همینه، هیچ فرقی نمیکنه مگر اینکه آنهنگا داشته باشیم. که آنهنگا داشته باشیم برعکس میشه. اونا رو هم براتون میذارم، با آنهنگا هم خواهم گذاشت، ولی از اونجایی که وقت برای من خیلی کم هستش نمیتونم به سرعت همه آموزش ها رو براتون بذارم که شما بیشتر یاد بگیرید. به هر حال این erste Grundaufgabe بود و rückwärts um die Ecke. امیدوارم که یاد گرفته باشین. از بیرونم براتون میذارم که ببینید که به چه صورت هستش. براتون روز خوبی رو آرزو میکنم و با امید موفقیت های بیشتر.